مزار کدی جمع جوش خواستا شما رو نمیکنه فراموش همیشه باشی تفخوش هر شیر بگوی خواستا برات میکنه روش بعد بینایت پردن تا چای جوش همیشه باشی جمع جوش مطرح رو بخیر بکنی گل پوش خواستا رو در پیشت باشه خوش چیز افتاد باشه ور نمیکنی سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید. استقبال در خدمت شما است. امروز 20 جولای سال 2026 میلادی است. با تیم شاروالی مزار شریف آمدیم. در مزار شریف 2 روز میشه هوا تا 47 درجه میرسه. به خاطر کار ثواب و یا احساس مسئولیت شاروالی مزار شریف شهر قرار است که آب پاشی بکنند. دیگه بیاین که یک برنامه خیلی جذاب امروز در هوای گرم مزار جان برای شما ثبت میکنیم و امیدوار هستیم که کامری ما جام نکنه، به خاطر که همین بیتری اولش چارج ختم کرد. بیا بخیر بریم. بیا بخیر. ما در تصویر میبینید یک کاکای خیلی زحمت کش است. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب است شما؟ خیریت است؟ کاکا سلام. شما خوب است؟ این طرف بین. نام شما؟ خلیفه جمشید. چند سال میشه با شاروالی کار میکنید؟ البته 14 سال میشه. 14 سال میشه؟ بله. در شاروالی هستین؟ بله. ماشاءالله. چه کار میکنین؟ دریور هستین؟ بله دریور هستم من. چی مثلا کثافات انتقال میتین؟ چی؟ ما موتر و میچلانم دیگه یک 6 سال 7 سال این موترم میچلاندم به خاطر کمبود دریور. موتر امبولانس هم میکردم، موتر جارو هم میکردم. ما 3 موتر میکردم در دوره. 3 موتر؟ بله. فعلا یک موتر است؟ بله فعلا یک موتر. امروز چی پلان است بخیر؟ امروز پلان داریم که اطراف روزه را یک آبپاشی میکنیم. آبپاشی بکنیم؟ بله. مقصد ما رو زیر رو بگیرین. یا فرمان کسی دیگه میته؟ فرمان کسی دیگه میته. بله فرمان شاروا صاحب میته و مصاحب تنظیف میته. از کجا آبپاشی میگه؟ پایپ است چی یا از بالا میچینه؟ اینجا؟ این از اینجا آبپاشی میکنه. این آبپاشی سه. سید امی مصاحبه که خلاص شد داخل دیگه ما منتظر کار شما هستیم. زنده باشین. خدا خدمت هستیم. با شما افتخار میکنیم. زنده باشین. شما افتخار ماست. قربانتون سلامت. زنده باشین. منتظر بشین بخیر. با مجرد که مصاحبه از اینجا خلاص شد بخیر حرکت است دیگه بخیر. با یکی از مسئولین شاروالی مزار شریف هستیم. اینا چی مسئولیت داره و امروز پلان برنامه چی است از ایشان میشنویم. سلامونه ستړي مسی. علیکم السلام. خیریت ده؟ بخیر. سوال. شکر. څنګه د ګرمۍ سره؟ شکر الحمدلله بیخي ښه ټیټه ګرمي ده الحمدلله بیخي د الله رحم ده او ښه ګرمي ده. سلامت اوسئ. ستاسو نوم او څه مسؤلیت لري؟ زه ملا محمد نبی صداقت او مدیر عمومي سرسبزي د ښاروالۍ د مزار یم. څو کاله کېږي چې دلته او زه په خپله دا دریم کال دی چې دغه مسؤلیت په دې ښار کې لرم. د دې ټول ښار سرسبزي او ټول مسؤلیت زما په غاړه ده. د ښار د سبزیو لپاره همدا اوس تاسو ترڅنګ څومره کسان مصروف دي کار؟ او زموږ ته الحمدلله فقط 360 پرسونال لرو او دا شپه ورځ کار کوي په دغه ښار کې. نن څه پلان څه برنامه لري؟ او نن دا پلان لرو. دا پلان خو همیشه تکراري ده او اوس نن هم دغه پلان لرو چې دا داخل د ښار مرکزي ښار چې دی د روضې شاوخوا چې دی دا مرکزي ساحه ده او دلته نفوس بیخي ډېر دی او د دغه دپاره چې هوا ډېره ګرمه ده او غواړو چې دا سړکان او پاشي کو چې دا سړکان سره چوپاشي چې یو څه باره هوا یخېږي او چې دا کم کسان چې په دې ښار کې پیاده ګرځي یا په رشکو کې ګرځي ډېره هوا ګرمه ده او دا بیا ډېره هوا ته تغیرات ورکوي. دغه دپاره کو دا یو ټانکر اوبه به کفایت وکړي؟ دا یو ټانکر اوبه چې ده بس څلور سړکانو ته مکمل کفایت ورته کوي او یو ورځ نه بله ورځ موږ دلته اوپاشي لرو او د جمعې ورځ چې ده 11 بجو چې زموږ ټانکر راځي تر 2 بجو پورې دوامداره اوپاشي کوي چې یو ټانکر اوبه خلاص بیا ځي اوبه راوړي بیا هم اوپاشي کوي. داسې یو ګرمي ده. د دې ګرمۍ پر وړاندې ستاسو مسؤلیت د ښاروندانو پر وړاندې دا یو ډېر غټ کار دی. ډېره مننه. کور مو ودان. کور ودان. الله دې عزت وکړي. جوړ اوسئ. سلامت اوسئ. په عزت اوسئ. جوړ اوسئ. دوستای عزیز قسمی که در تصویر میبینید امی لحظه با این تانکر آب شهر آبپاشی میکنه تا کمی از گرمی مزار شریف کم شود. برگ سبز توفی در رویش یا کمی ما کرم شما حداقل میتونه که نمی تانکر چهار طرف روضه مبارکه تحت پوشش خود قرار بدهد. میریم بخیر. برو بخیر. اینا رو رهبری بکنید شما. پیش برو. پیش بیاین. بشیر جان
واقعا دوستای عزیز اینمی راهش هست که از گرمی مزار شریف باید خود نجات بتیم و واقعا امروز درجه گرمی پیش برم کاریم. مزار شریف 46 درجه است و به خاطر از این 46 درجه و علیکم سلام، خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند خیرتی هست انشالله؟ اینی میره درجه پارت 100 افغانی دارم که نمی تر نشه. بخیر باشین. بخیر. واقعا دوستای عزیز ما خامل از کیف میبرم، لذت میبرم به خاطر که گرمی مزار دیگه قابل کنترل نیست. امروز 46 درجه است، دیروز 47 درجه بود و ما هم منتظر هستیم که این تانکر آب بتواند که تمام منطقه چهار اطراف روضه مبارک آب پاشی میکنه تا کسایی که از گرمی میپره بیاین داخل بیاین. بیا چطور از گرمی مزار؟ بسیار شدید گرم است. همین 2 روز بسیار گرم است. نام شما پیش بیامید. نامتان؟ امیر خان. مسئول چه کار هستی؟ مسئول بانک فروشی هستیم. در کجا؟ این موقع. همین موقع. برو تر شد دیگه. نه بخیر باشی. دوستای عزیز اینمی چهار اطراف روضه مبارک تر میکنه. من نمیفهم که صدا میه نمیه، خب هر صورت میه صدا و امیدوار هستم که برای ما مشکل ایجاد نشود و هیچ چیز نمانده، کلش تر شده. بگی امی آینه کارم هم بگی بگی خدا بگی. نامتان؟ احمد شعیب هستم. شعیب جان، چطور از گرمی مزار؟ والا بسیار گرم است. کار شهروالی خوب است؟ اینمی کار که میکنه؟ کار بسیار خوب. برای که صاف سفید درویش علیکل اوار یخ میکنه. برو بخیر. برو بخیر. برو سلام کامرای ما مستقیم متو برو. جان بیا یخ است. الله گرمی مزار است که یخ است میگه. بیا خودت هم تر شو. بیا اینجا. ستاره مسیح سوال خیرتی ده بخیر. څنګه د مزار ګرمي؟ ماشاءالله ګرمي خو ډیره ده. او د ښاروالۍ تصمیم دا دی ګوره ښاروالۍ دومره خدمات کوي ګرد سړکونه او پاشکي تر څو د یو څه ګرمي خو د خلک راګیر کړي. څه نظر لري؟ بس خو مزار شریف ښاروالۍ ماشاءالله ډیره فعاله ښاروالۍ ده. نو د خلکو خدمت کوي، هغه څه چې ضرورت وي هغه تر سره کوي. لکه نن چې دغه او گرمی کمیږي ورسره. بالکل او پیسې مشي د لندې خشته تو احتیاط کوه مقصد. سلامت سه جوړ سه. با اعضای ما که گرمی مزار سرشون تاثیر کرده مصاحبه میکنیم، نظر ایشان رو در رابطه با فعالیت های شهروالی مزار شریف میشنویم و همکارم یک ذره پیش برو خودت و بیشتر تم نگاه بکن که خدا نخواسته تر نشی. عجب سرعت داره این آب. این از کجا و کجا میاد؟ اطفال نازنین سعی بکنن که در حال مستی هستن و این هم از برکت شهروالی مزار شریف. ببخشید اگر نه در اینجا دیگه تشکر قربانتان. در این وقت رفتن بسیار مشکل است. در اخرام کار میتونه بیا این طرف بیا. بچه ها را میگیر بچه ها را گرمی زده. این اگر خوب گرمی کردین یکم نزدیکتر برین. خدا شاره کنید چراغان. والا دوستای عزیز ما چهار اطراف روضه مبارک شکر میزنیم. دختر خانوها را تر نکنه، احتیاط کنید. برین پیشتر برین. این هم تو هم مسئولیت است، هم یک نوع احساس خوشی برای شهروندا هستند. کسایی که از گرمی زیاد رنج بردن. اینی کار شهروالی دیگه واقعا من خوشم آمد. همکار ما تر شد. من کیف پیسی خود با او دادم. هم 200 افغانی فکر میکنم که رفت. من همین ازل واقعا لذت میبرم. دوستای عزیز دیگه منتظر چطور هستی؟ خوب هستی؟ غلطه کن هستی؟ چند کار کردی امروز؟
70 روپیه 70 روپیه کور کردی او بیشگه اوه اوه احتیاط بچیم احتیاط 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 سرکه چی رو تر نکنه کاکا اوه گرمی است بچیم گرمی مزار ندیدی 46 درجه است امروز 46 است اوه امروز 46 است چطور گرمی میپره یا او میپره کدامش گرمی میپره گرمی اوه ماما که میبینی او مجموعه بسیار زور بالا عربی چطور از مزه میته یا نه کم میکنه یا نه اوه بچم محترمت پس کن بله دوستای عزیز واقعا دیگه گرمی 46 درجه مزار شریف دیگه امروز دیگه من احساس میکنم که 34 درجه است یا بخی 24 درجه است با این آبپاشی و امیدوار هستم که همکارم صدای مایک ما میه صدا میه خوب است بچه ها رو ببینین خدا خیلی خوش هستن از این آبازی لذت میبرن و من هم همچنان لذت میبرم تا که آب تانکر هست این با این آب است و همیشه ازش لذت میبرن دیگه این کالا دیگه نیازی به شستن نداره کلش کاملا تر شد و یک سایل ساتوری را به هموطنان عزیز ما این آبپاشی ایجاد کرده اطفال نازنین هم میبینین اشتکار هم میبینین کلشان تر شده و کلشان از این آبپاشی شارولی مزار شریف لذت میبرن قسمی که من لذت برده رایی هستم واقعا همکارم همین لحظه میتونید کامره را قطع بکنیم خود زیر آب میگیرن و میخواین که از این آبپاشی مزار شریف از شارولی مزار شریف یک تشکری میکنم که در گرمای مزار شریف به خاطر هموطنان عزیز ما تلاش میکنن زحمت میکشن و حداقل با آبپاشی سرک‌های عمومی یک نوع تغییر تبدیل در هوا را به وجود میاره چی حال داری؟ خدا خیرتی جان جور گرمی مزار میپره یا نه؟ بسیار گرمی است بسیار اینمی شارولی سعی که سرک‌ها را تر میکنه حداقل یک کمی تغییرات میاد وای بسیار خوب میکنه والا خوب است خیر ببینه 46 درجه است بله سبا بخیر کم میشه پیسه میپره مزه میته؟ خب ایش در اوضاع برین 50 افغانی میتیم 200 افغانی اینجا مفت رایگان آوازی که چطور؟ همه تو نه؟ مزه از کنه خوب بشه والله مزه از کدام راست میگه واه دوستای عزیز کیف بردیم لذت بردیم بخیر عالی است و جمع و جوش اطفال نازنین میبینین که در این گرمی مزار شریف واقعا شارولی یک کار خیلی خوب را کردن من تحسین میکنم بخیر کلشان رو میبینین ساتوری میکنن لذت میبرن واقعا که ترشد و این طرف نگیرین اون طرف بگیرین که اینجا مردم چی دارن دکان داره و زاشا تر نشه دکان بازازی خصوصا تر نشه و واقعا دوستای عزیز ما در حال نزدیک شدن به چوک منطقه مزار شریف هستیم و گرم است این سعی شارولی را سعی خدمت میکنه میبینید آبپاشی میکنه حداقل کمی تغییرات کنه یعنی دقیقاً برو خیلی وال پلاستیکای تر نشه او طرف بستاد شو بله دوستای عزیز جوانا و نوجوانا از این آبازی لذت میبرن چطور از گرمی مزار میپره گرمی میپره یا آبپاشی آبپاشی بخواه خوب هستی بخیر خیرتی چطور آبازی مزه میته آبازی خوب مزه میته خوب مزه میته وی اوه بیشگه برو پیش برو دوستای عزیز رسیدیم به چوک منطقه مزار شریف رسیدیم و امیدوار هستم که کدام حادثه نشه همه دوستا عزیزا بخی یک سیل و ساتری را به وجود آورده و کسی که گرمی کرده باشه حتما میره زیر این آبپاشی خدا میگیره و خدا تر میکنه خوب هستین چطور گرمی مزار چطور است
از همه شما یک تشکری میشه میکنیم. واقعا اطفال نازنین رو میبینین اما خدا که نفوس شهر مزار شریف چقدر زیاد شده. متاسفانه همو گنبل خورده کامره ما را شکستندن اطفال. کامرمنم جگر خوش میکنم بیا خیر است کسیش نشون این موضوعات میشه دیگه. تا امی مناره با شما هستیم. بعد از او حتما با شما خداحافظی میکنیم. او سمت بگی او سمت بگی او سمت بگی. دوستای عزیز واقعا کیف بردیم لذت بردیم. و خاله اوسو برو خاله اوسو برو کتر میشی او طرف برو حالا در یوتیوب چینل پخش میکنم بچه. خب دوستای عزیز میریم آنجا پشتر تا نگاه کن که حال خدا نخواسته تصادف نکنی. یک دور میزنه اون اونجا یک ذره پیش برو. باز خداحافظی میکنم با دوستا چون این برنامه رو باید همیشه شب آپلود بکنیم. ادیتش هم خیلی وقت زیاد میگیره. بر صورت امیدوارم که از گزارش امروز ما 20 جولای لذت برده باشین. برنامه رو هم در همه جا به پایان میرسانیم تا برنامه فردا که اسحاق زایی در خدمت شما قرار میگیره. همه شما نازنینان با خداوند پاک و یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان. چند تصویر مثلا مشتکا بگیرید خلاص.